کباب تابه مرغو باید اینجوری جذاب و با این ترفنده درست کنیم. مغز رون و سینه رو داخل چرخ گوش می‌ریزیم و چرخش می‌کنیم. فقط قبلش ممنون میشم ما رو سابسکرایب کنید تا آموزش‌های بیشتری رو بتونید ببینید. برای خوش‌طعم شدن بهش فلفل دلمه و پیاز و سیب اضافه می‌کنیم و چرخش می‌کنیم. خب دوستای خوبم، حالا گوشت مرغ چرخ شده رو همراه جعفری خورد شده، پودر سوخاری و ادویه با دست خوب ورز میدیم. روی ظرف تلفن رو که کشیدیم به مدت 1 ساعت داخل یخچال میذاریم چون این کار کمک میکنه موقع سرخ کردن گوشت خودش رو ول نکنه. مواد رو کف تابه پهن میکنیم تا صاف و یک دست بشه. حالا با کفگیر اونا رو به این صورت برش میدیم تا شکل خوبی بگیره. حالا آب پیاز کشیده شده گوشتامون رو برمیگردونیم. کمی روغن با 2 تیکه کره و زعفرون بهش اضافه میکنیم.
خب دوستای گلم، در این مرحله 5 دقیقه در تابه رو میبندیم برای اینکه گوشتامون خوب مغز پخت بشن. بعد از اینکه یک طرف سرخ شد، مرغ‌ها رو برمیگردونید. دقت کنید هر 4 طرف باید سرخ بشن. خب کباب تابه ما آماده است. وای، عطر و طعمش دیوونت میکنه. حتما امتحانش کنید.